کنسولخانه گنرالی تاجیکستان در سنت پتربورگ خبر داد که ملکه مومینووا یک دختر 18 ساله از تاجیکستان که در پتربورگ گم شده بود یافت شده است. بامداد قبلا خبر داده بود که ملکه مومینووا که همراه مادرش در بعضی میوه و سبزیجات در شوروی ولخ و کار میکرد، شام 22 ینور از جای کار برآمده ولی به خانه نآمد. بار آخر او ساعت 16:30 به پدرش زنگ زده خبر داده است که الکی در ایستگاه است و به خانه رفته ایستاده است. ساعت 17 پدرش دوم باره به ملکه زنگ زده ولی تلفن او الکی خاموش بود، جواب نمیداد. والدین دختر در تشویش افتاده به پلیس مراجعت کردند و همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی از مردم برای جستجوی ملکه کمک خواستند. بنا به اطلاع کنسولخانه معلوم شد که بگاهی جمعه ملکه خود را در ایستگاه ناراحت حس کرده از هوش رفته است. با کمک راننده اتوبوس و مسافران دختر را به شفاخانه نزدیکترین برده رسانیدند. ملکه بعد دریافت یاری طبی به هوش آمده به پیوندانش در تماس شده است و از خود درک داده است. چنانی که والدین ملکه به ما خبر دادند وضع سلامتی او خوب است. گفته می شود در اطلاعیه کنسولگری ملکه زاده شهر بوستان ولایت سوغد بوده. والدانش از مشچوند. اهل این عائله در پتربورگ کار و زندگی می کند.